اون رو اگر تاریخ‌های با بخونن اونجا گفته شده که یهودیان، عیسویان، صاحبیان از کسایی هستند که از زبور از داوود علیه السلام و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند مؤمن هستند. دیگه در این باره زیاد در جاها گفته شده. مؤمن بودن یعنی چی؟ مؤمن یعنی دین دارن، مسلمان هستن، به خدا ایمان دارن. کسی پیروی به این معنا میشه که امو دین از لغو نیست، منسوخ نیست. این با زمان کتابایشان که آمده نه. مثلا در سوره بقره آیه 62 همین چیزا گفته شده تمامش نه. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن پاداششان در نزد خدا محفوظ است. گفته پیغمبر بگویید به کسانی که به عیسی، موسی و یهودیان و صاحبیان به طور کل و کسانی که به خداوند روز قیامت ایمان دارند پاداششان در نزد خدا محفوظ است. اگر شما در اون چیزایی که ما براتون کتابایی که ما براتون روان کردیم شما پابند امو باشین نزد خدا پاداشتان محفوظ است. این در سوره بقره آیه 62 گفته شده. گوش کن تقصیر. در سوره بقره چندین آیه است، مثلا آیه 89 است. گوش کن من فهمیدم به شما را. این به همون زمان خودش کسی ایمانی در همون زمان با کتاب خودش ایمان آورد و تسلیم همون پیغمبر همون زمان شد وای مؤمن هست، وای مؤمن، وای مسلمان. ولی من ترا آیت صراحتاً خواندیسم تقصیر. صراحتاً آیتای ایتا آیتی ایتا پوشیدن است. میگه و مای یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خدا گفته سای این آیت ها را همه را ها نویت طرف میمونی و این آیت روشنترین آیت های فلن یقبل منه. از زبان عربی آگاهی داشته باشی. خداوند گفته سای هرگز دین تا قبول نمیکنم. فهمیدید کدام آیت های؟ کدام آیت های و ما یبتغی غیر الاسلام دینا دوری همونجا سوره بقره ده هست. کدام آیت حاضر ببینش و ما یبتغی غیر ببین و ما یبتغی غیر الاسلام دین کسی غیر دین اسلام رو قبول میکند. یک چیزایی که شما میگین هر کسی که با همون کتاب در همون زمان ایمان آورد و مؤمن است اونا همش نجات یافتگیان پیشگوی خدا و گناهکار نیستن. یکی ای زمانی که قرآن آمد همه دین دیگر منسوخ شدگیان دیگر. اینها دیگر اعتبار زیرا که اینها هم منسوخ شدن هم دیگر تعویل همه اینها دیگر تحریف شدن. اگر مکمل منسوخ شدن سوری قرآن بیارم در سوره عنکبوت در آیه 46 گفته شده که همراه اهل کتاب به خوبی صحبت کنید. یه تقصیر سوره آیه 44 گفته که هر گروه با هر گروه پیامبر دارد وقت در روز قیامت با پیامبرشان میارن مورد قضاوت از روی کتابشان قرار میگیرن. این بزرگی قرآن ای این بزرگی قرآن که میگه با اینها شما معامله درست کنید. پیامبر میگه من از زمیم فقط از آنی کسی زمی را آزار میته مرا آزار داده. زمی کیه؟ کسی اسلام قبول نمیکنه میگه مرا آزار داده. این بزرگی اسلام ما های تقصیر. ولی این معنی را ندارد که دیگر کسی پایبند زبور و داوود و انجیل باشد اینها هم پگاه پیش خداوند مثل مسلمان واری مرتبه بیان. این آیت ها من ترا آیتی صراحتاً خواندیسم که فلن یقبل منه. بین دوام آیت گوش کن و هو فی الاخرتی من الخاسرین. الله میگه کسی غیر دین اسلام قبول کرد خاسر میدانی ذلیل خار. خدا میگه برای همین در برابر این آیت برادری عزیز هیچ چیز اینهایی که تو میگوی این بزرگی دین اسلامی ما که به همین احترام گذاشته است. ما در سوال سوره نحل بین سوره ممتحنه را بین میگه قریبترین انسان ها به سوی مسلمان ها نصرانی ها هستند. یهودیان قریبترین نفرهایی که به سوی مسلمان این نصرانی ها هستند. حتی نصرانی ها با مقصد دین های ما و شما را اعتراف میکنند و خداوند میگه شما اینها را احترام بگذارید.
این احترام چیزی دیگر است. احترام یکی است، یکی فسخ نشدن. شما میگم مثلا دستور جاسیه تفسیر من دیگه با شما گپ ندارم. من چیزی گفته سعد روشن هر کس به اساس کتاب خود خوانده میشه. در سوره بقره همین آیت تفسیر میوی زیرک شدم چخیلی که را کوفتی افتی کو هم را بکوبی و زیرک شد ببین خدا خواه خاطر جمع میشه. نه اینم میوی تا این طریق ایمان داره. خیلی سوره بقره در مشکل نیست. سوره بقره ادامهش که شما میگین بعد از 62 در اخراج آیت 89 گفته شده که برای آنها قرآن نازل شد تا که از کتاب‌هایی که برای خودشان نازل شده بود تجدید کنند. قرآن به خاطر از این نازل کردیم که خلاص همه جواب من همه تفسیر. جواب من همینه. جواب من همین آیت قرآنی که صراحتاً برای آدمی که همین این همین خاک فهمیش داشته باشه دیگر قبول ای تفسیر که خداوند این الدین ایش چی معنی میده؟ این الدین عند الله اسلام. گپ شما را قبول دارم. هدف آمده ای بود که همین کتاب‌های دیگه بالای سر ما قبول است. همش قبول است. ما کتاب آسمانی ام. کتاب‌های مسلمانی که اگر به تورات ایمان نیاره به زبور ایمان نداشته باشه و مسلمان نیست. زیرا اینها هم کتاب‌های آسمانی ام. ولی از زمان نزول قرآن دیگر اینها اعتبارشون را گم کردن. تمام دیگر عالم باید همه پیروی از دین اسلام کنند. پیروی از قرآن کنند دیگر. حتی انا امروز ببین در قرآن میگه که حضرت عیسی در سوره حجرات میگه حضرت عیسی برآمد کرد که از بعد من ببین میاد چی پیغمبر میاد اسمه احمد. پیغمبر میاد به نام اسم احمد. حضرت عیسی را خدا گفته است که عیسی همین خیلی برآمد کرد که میآید. همین سخن عیسی در درون انجیل نیست. یعنی دشمنای دین اسلام همینها را برادر عزیز بسیاری از آیات را برداشته گرفتن و بعضیش تعریف کردن دیگرگون کردن. یعنی با دست مردم دیگرگون شد. زین خاطر از این بیبلیایی که در دست یو است خب اگر یک قسمتش از همون کتاب آسمانی قسمت دیگرش تحریف شده است. زین خاطر که همه برادر عزیز دیگر در برابر این آیت یگان چیز دیگر نقش نمیبازه. این چیزایی که آیاتایی را که مثال میخونند من روز اول در برآمدم گفتم که برادرای عزیز شما در نسبت این مردم احترام بگذارید. این مردم قرآن پشتیبانی میکنن که شما حق ندارین که اینها را حقارت کنین. حق ندارین مال اینها را مثال همچون مال غنیمت گفته بگیرین. حق ندارین که مثال حتی به قرآن تا جای آورده است که دخترای اینها را شما نکاح کرده بگیرید با زنی بگیرید بگذار از جانب اینها نسل بیاد. قرآن بی میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. طعام اهل کتاب بخورید. چقدر اسلام دین اسلام برای ما امکانیت داده است که بکنین همین را با اینها رفت و کنین. همون را که گفته ولی باید معنا بده که منحل نشده همون دین از ما فسخ نشده. ادامه داره که از اونها شیخ سعدی میگه آن کس که به قرآن خبر زو نرهی آن از جوابش که جوابش ندهی. تقصیر همیه. آیت قرآن معناش ببین انشاءالله اگر بگم که آرام میشه. من برای شما پیغام میگیرم میارم شما. برای فهمیدم گم شما را ما میشه چند آیت اگر کلاشایی هست قرآن هست اگر نه تفسیرها تفسیر مراد سوال همین بزرگ چیه؟ مقصد سوالش چیه؟ مقصدش این است که یعنی حاضر کسی پیروی انجیل هم باشه روز قیامت هم جنت میره. همین خیلی مقصد داره. کافر گفته نمیشه چون به خدا و روز وای قیامت کافر کتابی است. کتاب هم داره پیغمبر هم بله وای کافر است به قرآن کافر است بر محمد. معنای کافر چیه؟ معنای کافر کفران نعمت کردن. قرآن نعمت است. محمد نعمت است ولی این قبول این نعمت قبول ندارن. پیغمبر میگه من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر.
کسی نماز قصدن ترک میکنه به تحقیق کفران نعمت کرد. نماز نعمت های نخواندش کفران نعمت کرده. کسی قرآن قبول نداره، کسی محمد قبول نداره، اولا دین نداره، دویم نجات پیش خدا نداره، سیوم از این نعمت بزرگ اینها چیکار کردن؟ کفران کردن. فهمیدی صاحب برادر عزیز؟ زیرا یک دینی هست که خداوند بین میگه که گوش کن، خداوند میگه که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ایش چی معنی داره؟ ایش چی معنی داره؟ اکملت لکم دینکم، دین را مکمل کردم. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمت هم رو تمام کردم. قرآن نعمت بود چید؟ اکا گپا گوش کن. و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ای تو راضی میشم خودت ده، وقتی ای تو راضی میشم که تو دین اسلام قبول کنی. خدا میگه و رضیتو ببینین راضی میشم، خدا به سوی خودش راضی میشم من ای کی؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، از شما وقتی اسلام قبول کنید من راضی میشم. چرا در دیگر کتابا نیست بگه که اگر همین را بگیری من تو راضی؟ میگه اسلام را بگی راضی میشم. از این در آیت های صراحتا چی داری دیگر؟ نه خدا فرمانده است که اسلام وقتی که مسلمان شدید تسلیم میشید، با ودانیت خداوند قبول میکنید. خداوند یکتاست. اساس دین لا اله الا الله. قبول شد. کسی که میگه لا اله الا الله یعنی که به موجودیت یگانگی خداوند ایمان داره. ما شما اونا همگی مومن گفته میشه. ما شما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شما مومن و مسلمان هستیم. همین دو فرق در بین ما و مثلا مردمای دیگه هست. تا به ودانیت خدا و الله از ما راضی می شود وقتی که ما اگر پیروی دین اسلام باشیم. الله از ما راضی می شود وقتی قرآن برای خود کتاب بگیم، کتاب خدا. الله از ما راضی می شود. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه قل این کنتم تحبون الله. کسی بگه که من خدا را دوست می‌دارم، میگه درا باورش نکن، شرط داره. شرط داره که کدام وقتی را باور کنه که این آدم خدا را دوست می‌داره. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. کسی پیروی محمد است اگر دعوا کنه که خدا را دوست می‌دارم، باور کنه که خدا را دوست می‌داره. کسی اگر پیروی محمد نباشد بگه خدا را دوست می‌دارم، باورش نکن. ببینید آیاتی روشنی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اکبین ادامه آیات چی بگه خدا؟ یحببکم الله. اگر کسی را پیروی محمد دیدی، عاشق محمد دیدی، گوش کن تقصیر نرولی دو. گوش کن میگه وقتی که تو دیدی که کسی را که پیروی محمد است، عاشق محمد است، خدا با چی میگه؟ یحببکم الله، من دوستش میدارم. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاش را میبخش. کیرا؟ کسایی که دوستدار محمدند. دوستدارهای محمد دوستدارهای قرآن هستند. دوستدارهای محمد دوستدارهای دین اسلام هستند. خداوند محبت کسی را باور میکنه که او پیروی محمد باشد، او پیروی کتاب قرآن باشد. این خدا گفته است، این من نه. برای همین اسلام بزرگیش لیکن دریای احترام به همه دین گذاشته است. همه دین مسلمان باید احترام کنه، قدر کنه. همین انشاءالله شعار هر کدام ما و شما برادر است. ببین اسلام ببینید که از قبیله نجران مسیحی ها میآیند، مسیحی ها مدینه میان. در صحیح بخاری میگذره. معتبرترین کتاب ما در صحیح بخاری بعد قرآن صحیح بخاری است. اهل سنت ده میگه از قبیله نجران مسیحی ها میآیند.